سلام بچه‌ها، چطورین؟ امیدوارم که خوب باشین. من امروز اومدم که شارک با هم دیگه امتحان کنیم. این مدل فلکس استایل نمونه کپی شده یه دایسونه در واقع که به عنوان یه محصول اقتصادی از دایسونه که خیلی طرفدار داره، یا ریویو خیلی خوبی داره و کلا شارک یه برند واقعا خوب و قویه. حالا با هم دیگه بازش می‌کنیم ببینیم که چه چیزایی داره. من از این روز که اومده بازش نکردم که با شما باز کنم. این مدل پکیجینگ یه مدل جدیده که با کیف میاد. مدل قبلی فکر کنم نبود و چند رنگ داره، رنگ صورتی داره، بنفش داره، مشکی داره و این رنگ اورجینالش که من رنگ اورجینالش رو گرفتم. 5 تا سر داره. بازش کنیم ببینیم. پکیجینگش واقعا خوبه. از لحاظ قیمتی کلا خیلی وایرال شده که این نصف قیمت دایسونه، ولی خب اینجوری نیست. حدودا 100 پوند از دایسون ارزون تره که 100 پوند نسبت به قیمتی که داریم میدین خیلی پول زیادی نیست. پس بنابراین اگر قرار باشه که دایسون واقعا دوست داشته باشین، این مدل اقتصادیش نیست. یعنی واقعا کسی که اینو انتخاب میکنن در واقع کاراییشه که اینو انتخاب میکنن، کارایی متفاوتی که براشون داره. حالا یه سری تفاوت‌های کوچولویی که با هم دیگه دارن رو من بهتون میگم. اولین دلیلی که من شارک رو انتخاب کردم به خاطر تغییر فرمتی که بهم میده. حالا بهتون نشون میدم. من بتونم اینجوری بهتون نشون بدم. اینجوری با هم بازش کنیم چون احتمال شکسته شدن زیاده. این دستگاه اصلیشه که دلیل اصلی که من اینو انتخاب کردم به خاطر تغییر مدلی که اینجوری میشه شبیه سشوارهای عادی، که اگر بخوام که با راوند براش عادی براشینگ کنم یه مدل اتچمنت داره این شکلی که خیلی راحت به اون مدلای اورجینال تبدیل میشه و یکی از تفاوتاش که توی ریویوهاش دیدم اینه که خیلی راحت‌تر مو رو خشک میکنه، زودتر مو رو خشک میکنه نسبت به دایسون. دایسون یه مدل سری داره که هم وزگیره، هم که باهاش میتونی سشوار کنی، که این توی 2 تا سری میاد، که این یه دونشه که حالت اورجینال داره و خیلی راحت میتونی کارهای مختلف باش بکنی، که خودش با 5 تا سری میاد. یکی از این سریاش که من اکثر کارم احتمالاً با این میتونه باشه، یه براش این شکلیه که حالت اووال داره و اینکه خیلی راحت مثل همون قبلی. برای چی من اینو خریدم؟ به خاطر سشوار قبلی من یهویی تو وسط کار سوخت و من موندم و بدون سشوار. برای همین دیگه تصمیم گرفتم که اون چیزی که دوست دارم بگیرم. در مشتری‌ها مثلا مشتریایی که داشتم هم دایسون داشتن هم شارک داشتن. اونایی که شارک داشتن که 100% عاشق شارک بودن، اونایی که دایسون داشتن که میگفتن خب رو دستش نیست. ولی من با دوتاش کار کردم و دایسون خیلی فنسیه برای اینکه من بخوام ببرمش توی کیتم بذارم و ببرمش برای کار. دایسون بیشتر به درد کسایی میخوره که دوست دارین خودتون داشته باشین توی خونه. خیلی فنسیه، خیلی خوشگله، ولی خب برای کار و برای اینکه توی کیت کارت باشه، هم سبک باشه هم راحت باشه، مثل اون بزرگا نباشه. چون من بزرگا رو نمیتونم با خودم ببرم چون خیلی بزرگن برای من. اینا بهترین گزینه است. بعدی که بازم مثل دایسون 2 تا سری مثل این داره که این یه دونه باش میاد، مثل براشه اینجوری موهاتون رو براش میکنین، هم خوش میکنین هم صافش میکنین. اینم باحاله. سری دیگه داره که برای موهای فره که من فکر کنم خیلی به کارم نیاد، ولی خب خیلی کوالیتی بالایی داره و خیلی باحاله و فکر میکنم کسایی که موهاشون فره از این سری خیلی خوششون میاد. سری آخر که 2 تا ازش میاد، این 2 تا سری داریم. این سریای دایسونه که اینجا هم داریم که دوباره هم کار میکنم مثل این رپ دایسون. موها رو باشون توی استایل کنیم. بعد توی ریویوهایی که من دیدم این بود که طرفشون رو با دایسون استایل کردن، یه طرفشون رو با شارک استایل کردن و تقریبا اکثرا میگفتن هیچ تفاوتی بینش نیست. بعضیا میگفتن این بهتره، بعضیا میگفتن تکنولوژی که دایسون داره خیلی بهتره و همه جا خب میگن که هاف پرایس شارک، ولی در واقع فقط 100 پوند تفاوتش، یعنی 300 پونده. با سریایی که اضافه تر میگیرید تقریبا 300 خورده میشه که دایسون 470، یعنی سیمت در واقع. من میخوام سریایی که جداگونه من سفارش دادم رو بهتون نشون بدم. این سریا توی دایسون آردی داره، سری وزگیره، ولی دایسون یه جوریه که اینجوری میچرخه، هم وزگیر میشه هم که باش میتونید مو رو خشک بکنید، ولی این توی 2 تا سری متفاوت میاد. پس بنابراین که جای بیشتری رو میگیره توی کیتتون میگیره. ولی خب دیگه من چون وزگیر میخواستم و هم تو موهای خودم هم تو موهای کلاینتام خیلی میدیدم که وزی منو داره اذیت میکنه و سریع وزگیرش رو حتما گرفتم. ولی امتحان میکنم اگر به درد خورد نگهش میدارم، اگر نه که پسش میدم. ولی بعدی که همه خیلی هیجان داشتن براش، سریع راوند براش سایز کوچیک‌تره. اون چیزی که روی اورجینالش میاد اینجوریه، اوواله و این
گرده، همونجور که می‌بینید کوچیک‌تره، ولی خب اینا رو نمیدونم چه جوری قراره باش بشه کار کرد، یعنی راحته یا نه. در کل خب اینا خیلی کمک میکنه. و من امتحان میکنم که دیدم من اینو پس میدم. سری دوم که بازم من خیلی دوست داشتم که ببینم که تفاوتش چقدره. این سریه که باز دوباره 2 تا ازش میاد. این سری باریک‌تر از سری اورجینالشه. اینم که سایزش. خب بریم که برای اولین بار امتحانش کنیم. خب همینطور که میبینید یه دونه پرانس داره و این خیلی مهمه و کابل خیلی خوبی که داره. اونایی که توی کار هیر هستن میدونن که کاب حرف اول رو میزنه. امیدوارم که این منو اذیت نکنه. راشینگ معمولیش رو امتحان میکنم. شروع میکنیم. میتونم بگم که قدرتش به خوبی خب چیزای معمولی نیستش، ولی خب باز من بهش فرصت دیگه میدم. چون میخوام ببین اگر اون سریع ها جدا کنه نخرید با خودش به دردتون میخوری یا نه. که داره اینه که دکمهش خیلی پایینه و در واقع شما اینجا میگیرید. بهتره که دکمه اینجا باشه. حالا نمیدونم یکی از مشکلاتی که داره اینه که خیلی سنگینه، خیلی بلنده. چه خبره واقعا؟ خیلی بلنده و الان بهتون نشون میدم قبلی چجوریه. این قبلی منه و واقعا ناراحتم از این. یه مشکل این داشت این بود که سریش خیلی میافتاد و به خاطر اینکه گفتم معمولیه و خب خیلی برند خوبی هم هست، توی سفورا هم داره، ولی خب همونجور که میبینید خیلی سبک‌تره و خیلی سنگین‌تره. انگار بچه‌شه. اون میذارم. یه خوبیه که داره برای من که اینجوری برش میکنم این سریه خیلی کمک میکنه. بچه‌ها واقعا سنگینه و نمیدونم قراره چه اتفاقی بیفته. برای همین من از اینم استفاده میکنم. خب پس من یه ذره موهام رو باش خوش کردم. واقعا سخت بود. نمیدونم شاید من عادت دارم به قبلی خودم قبلیه یه کمی داغ‌تره، حرارت بیشتر میده، پس خیلی زودتر حالت میده مو رو و خشک میکنه، ولی این یکم اذیت میکنه و این یکمی تو ذهنم چیز شد. اشکال نداره. الان یا موهام رو تقسیم بندی میکنم برای آخرین سری که در واقع اصلی ترین سریش هست. کرل هولد اسپری از این نگهدارنده کرلی و هیت پروتکشن هم هست و من خیلی دوستش دارم. از GHD. این سریاش اینجوری نیست که بچرخه، هر سریش برای یه طرفه. جالب شد. پس الان باید دوتاشو با خودت ببری. من 2 تا سری رو امتحان کردم. بهترین سری برای من اون سری کوچیک‌تر بود، ولی در کل از 2 تا سری استفاده کردم. بعد سکشن‌های کوچولو بردارین. کلا چون خیلی سنگین و بد دست بود یکم کل کردن کل موهام برام سخت بود. این سری وزگیرشه، همونطور که می‌بینید خوب وزگیری می‌کنه و در کل بخوام بگم من خیلی از این شارک راضی نبودم. به خاطر همین رفتم دایسونم گرفتم و با هم امتحانشون کردم. دیدم واقعا خیلی متفاوته. دایسون هم خیلی سبک‌تره هم خیلی سریع‌تره و در کل دایسون رو نگه داشتم. مرسی که حوصله کردین تا اینجای ویدیو رو ببینید. خداحافظ.